шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хони эҷоди нависандаи навҷӯю боистеъдод Сипеҳр Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод ҳикояҳоро бишнавед. ровӣ устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон профессор Умар Сафар. لختی جگر. زندگی گردش های غلطی و اسرار خیلمخیل دارد که برای رسیدن به ژرفای آن یک عمر آدمی کمی می کند. او شبیه زورقرانی به مد و جزر و عرض و طول بری بیکنار و ناآرام شناس، چنان که هر بار شناوری از تلاطم امواج بازیگر و ذره های بارانگونه به سر و رویش پاشخور دیده اعتبار نکنده، خود را حامی توانمند 4 برج عظیمتیان می‌خواند و از شباده درگذر کیفیت برداشته ساعتها با وسعتی لپیشدار آبی روان آزادانه پیش می‌رفت و راهگذران از حرکات چابکانش ذره ذره نشه می‌برداشتند. از یک سمت خوف و خطر جدی را نگرانی داشته آمده در ماورایش راهگو می‌زد. این مراتبه اثنای بیل زدنها دستان و پایهایش مقاومت شدیدی را به احساس گرفته، پنجه هایش بیمدار و سست و ناگیرا شده، تجربه و مهارت وافرش به کار نمی آمد و لاعلاج تسلیم قضا و قدر می گشت. سالهای جنگ آلمان در محیط کوهستان اژدهای روزگار کم بغلی بود. مردم بینوا از این ورطه راه خلاصی می جست. انا همسالان او کیم کیها خاندار صاحب 34 کودک شدند و یگانه جوانمرد 35 ساله ده مجرد میزیست. بسیاری ها سویش کراهت بار نگریسته نظر ناگیر حرف میزدند. با چی وجه ایامی به بازگشت هر آینه پیش رویش میچرخد و چرخبال زندگیش میان انبوی تضادها راه گم زده از بحر رهایش میچرخد و میچرخد. افکاری مهلکبار در مغزش رو میزنند. موسفید بالای کت نقشین همشفت باغ روی کرپچه های مخملین به بالش ها تکیه زده، نگاهی اندیشور او سوی نهالان پربار کوچیده هرچی تیزتر به خانه رسیدنی جگربندش را می پایید. امسال از حاصل درختانش بسیاری ها چشیدند. از راه ثواب یک مقدارش را به خانه همسایه ها فرستاد. در تکاپوی داخل شوی به دانشکده عالی پسری خوردی از دسترنج پدر کام شیرین کرده نتوانید. برای رفع غبار دلش از انارهای پیوندی، ناکهای سیراب و سبهای خوبانی که آخرهای تیرما در قطعهای چوبین میان پخالها ته به ته چیده بود، بالای لعله آورده زینتی دسترخوان گذاشته است. به مراد آن که هر عزیزی از لذت میوه‌های شادبار بچشد نوش جانش باد. در محضر خیالات کورگره میگروید که دروازه قجراس برآورد و پسرش فراخ روز آمد. از پزمانی خاطر آشفته پیرمرد کمی آسوده شده رژه سفری نور چشمانش را به راه دراز طرح میکشید. وی نامه کمال سویش به احترام دراز نموده را گرفت و گفت: مبارک باشد بچم. تشکر. آماده شو، پگاه به دوشنبه می روید. میدانم، با خوشنودی گفت فراخ روز به پدر. مرد پیر از قسمت پیچیده و پرشور آدمیزاد می اندیشید که بیرون از پندار صورت می بندد. خانه ویرانی را هیچ بنده مومن نمی خواهد. کژدم سیرتان توانستند وی را به روزی بد رسانیده لخت جگرش را به زوری بربایند. به حضور رئیس جماعت و اداره دادگاه شکوه برده بود. قانوندانها با دلیل بچه در انتخاب وارث آزاد است
تحت واقعه را جستجو نکردند. خیر، به گذشته صلوات گفته به پسران حاضرش مراعات نمود که از ثمر باغ پدر کم کمک بچشند تا که دلش آب خورد. ولی هنوز سری مسئله اساسی خلاصه نبرآورده بود. سیری کهنه‌ای در صندوق دل نهانش را به فرزندان بگوید یا نه؟ آخر موسفید به گفتار آمد. در جوانی با یک پردختر روستایی همخانه بودم. گرفتار سرگوشهای مادر او سرکش برآمد. روزی خوش نداشتم. عاقبت از همدیگر جدا شدیم. زن به شهر کوچیده رفت. تابستانها ایام تعطیل رفته پسرکم را به دهه می آوردم. از کینه‌توزی تقایش آبیدی بچه از آمدنها پاک کشید. اشتباه گذشت. سری غضب دعای بد کردم. مبادا برادرتان را ورخوردید یک جایه شوید. لخت جگرم را در زندگی تنها نگذارید. فرخروز با برادرش جمالالدین به شهر آمدند. سالها در میانه پژوهنده شاخه کیمیا از چهره تابناک عالم علم شناخته شد. هر قاطع پسی میز می نشست. صورت برادر پیش رو ادامه حکایت پندآموز پدر از لوح خیالش می گذشت. مردم کوهستان مثل یک عائله دوست و اتفاق به سر برده برای ادامه نسل شرفمند آدمیزاد تمام عمر خود را مسئول می حسابد. روزگارشان راه و روش خاص داشته در هر معرکه و توی، بزم و محفل از غم شریکی و سرجمی و اتحاد و آبادگری می گویند. با جوانان مهنت دوستی و کتابخوانی را تلقین داشته رضای والدان را مقدم می شمارند. وقتی که ابتدا و انتهای کار فرزندان با دعای پیران مجرا می گیرد، این فال نیک است. مستفیدان هدایتگری پاکی و آزادگی هستند. آن روز بعد نماز سالمندان گذر پراکنده نشدند. عبادتگاه مکتب به نام آموزش حسن و آداب و اخلاق حمیده الفاظ راستین و روزگار مبرای انسانهای پاک رفتار است. پیرمردان مشتاق شنیدن حکمت پیامبران، چکامه اولیا و انبیا از احادیث نبوی خاموشی اختیار کرده بودند که امام خطیب مسجد گفت: عزیزان دل، این بار پیرامون مشکل خانواده ها مشورت می آراییم. سالی همدهه همان سراج‌الدین از 35 می گذرد، لیکن شرایط درست زندگی پول و مال زنگیری ندارد. اگر مامای آراسته زید نباشد، پیر دخترش آلفته را به وی نکاح کرده بدهیم. یعنی این شخص به کلبه او خانه داماد برود. اهل جماعه راضی شدند. فقط حالدان عذر پیش آورد که دختر تیزخواس، گبناگیر و سرکش است. با همین علت در خانه کمپی را خواستگار نمی کوبد. هر نفس انسان را صدمه روحانی انتظار می رود. مبادا پیر دختر همبالینش را در نیمه راه گذارد. تقدیر جنبان ها وبال می گیرند. شامگاه موسفیدان به خانه مامای آراسته خواستگاری رفتند. گفتند: عمر آدمی همسان آب روان می گذرد. مجرد گشتن جوانها وبال است عظیم. آمدن که در بنیاد یک عائله سالم سهیم باشند. دل مادر هم بزای رفتن عمر دخترش می سوخت. او بسیار فکر کرد و عاقبت به پیشنهاد موسفیدان راضی شد. هفته بعد کمپیر یک دیگ اتاله پخت. همسایه ها از نمک طعام توی چشیدند. دمی که شب چادر گسترده 4 زن و 4 مرد باقی ماندند، ملا خطبه نکاح را ارائه نموده هر دو را زن و شوهر اعلام داشت. سراج‌الدین به خانه خوشدامنش کوچ بست. نوخانه‌داران شهد وصل چشیده به نظر آسوده می‌زیستند. جوان مرد از صبح تا شام می‌جنبید. از پایینی زهبور علف درویده می‌آورد. به پیش گاو و مال تغاره آب می‌گذاشت. گندم کاریده‌اش را بعد پخته رسیدن داست درو می‌کرد. پایه‌های آن را
با خیمچه توت یک چین درزه بسته پشتواره تا بالا خانه میکشاند. ماهتاب شبها خری همسایه را طلبیده بالای درزه های گندم پشت بام دور میگرداند که دان زیر سمهای جانور از خوشه ها جدا جدا افتاده خرمنک شود. صبح کاواک نشده گندم را به خلطه ها انداخته در آب جوی میشوست و خشکش را به جوال میریخت. از ادیر هیزم آورده برای زمستان علاوه ذخیره میکرد. به مانند این زحمتکشی سراج‌الدین به ماما میفارید، اما تحت دلش از وی راضی نبود. پیرزن از پیمانه عمر میاندیشید مبادا بندگی را به جای بیارد. خانه و در با چید و چاره‌اش در اختیار دامادی مفخور میماند. فریبیدن دختر او مثل گوسفند کرا به صحرا بردن است. مادر باعث زود باور و ساده‌گرایی دهان وازش میگفت. این احساس از وجود جوانمرد نگرای در حال متوسط میگذشت. نمازخوانها در خانه بختش را گشاده بودند، اما وی خود را کاهش میکرد که با یک زنی کم فراست و بی‌اندیشه یار شد. تنها زیستنش 1000 بار بهتر بود. تا حال کسی در دنیا از بی همسری نمرده است. آدمیزاد با امید خانه آباد میکند که از دنیا بینشان گمنام نرود، نخواد از حقوق انسانیش دفاع کرده نتواند. به مادر و دختر 4 دسته خدمت میکرد، ولی از چی باشد کرد و روی خوشش نمیدادند. مدام لب و لنجشان آویزان، بعد خشم و ناگه روشاد و پناهی به نامش سیاهی میکشیدند. جوانمرد عامل نارضایی را صرفه هم نمیرفت و به تقدیر تن داده سری کفیده تهی تاقی میگشت. در آخری سال دختری مامای آراسته بچه زایید. مژده را شنیده زنهای همسایه به مبارکبادی آمدند. پیرزن شکر میگفت که یگانه دخترش از دامانش سبزید. سیاه‌بختی برای چی مرد و چی زن اندوه است گران. هفته دیگر چند تن شریک درسان دریچه حولی ماما را کوفتند. این دم سراج‌الدین در پشت بام نوک بند را زیر دندانها گرفته با عذاب روی زینه پای چوبین تا بالا خانه کاه درزه میکشاند. وی از آمدن دوستانش درک نداشت. اگر خبر میافت هیچ نباشد به خاطر آشنایی و احترام ایشان تا سر کوچه به استقبالشان میشتافت. پیرزن از ورود مهمانان ناخوانده فرحمند نبود. آخر داماد نه مال و اشیا و نه هدیه قیمت بهای به صفت مهر تقدیمش داشته بود. او 2 دست در بینی خسته آمده بالای سوختن مکاب آشناهایش را دعوت کرده است. مادر به داخل دسترخوان تیک یک تیکنان و چند قروش قند گذاشته به نزد مهمانها برد. دخترش از هاته چوب و چوچوک غون داشته به تگی آفتابه دگدانچه گذاشت که علاو گیرانده چای دم بکند. در قرص زبانه آتش وجود ماما میزیربید. یک وضع ناگوار فراگیر شد. خیریت آمده ها معطل چای نوشین ایستاده برخاسته رفتند. دمی که یاران از صحن دروازه ناپدید شدند، پیشاروی سراج‌الدین خوشدامنش برآمد. گمان زد که از پیاله چای ننوشیده رفتن آنها دماغ کمپیر سوخته است. خطایش را وقتی فهمید که طینت و نیت او در مکالمه روشن شد. آشناهایم برای تبریک آمدند. تو حق نداری ناپرسیده مهمان بیاری. برای چی؟ از پیش خود هر کی را به خانه نیار. خودشان آمدن، عیب من چی؟ اول پشم برار که خودت خنک نخوری. اما آدم به سراغ آدم می آید. از خطی کشیده ما نبرا. سراج‌الدین در گشایش معمای تقدیر عاجز مانده بود. آرزوهای نهانیش چی می شود؟ طوفان روحانیش زیر بار یک سوال می گذشت. این حال تا کی ادامه می یافته باشد؟ با وجود دست کوتاهی طالعش بلندی کرد و با هدایت پیرمردان ده عائله دار سال بعد بچه دار شد. افسوس این خوشروزی به درازا نکشید.
در عرفه عید مبارک سنتی بانوان در و دیوار، تیریزه و ایوان و آستان و داخل خانه ها را تمیز نموده سرگرم کلچه و حلواپزی بودند. سراج‌الدین به بازار مرکز ده رفته از حساب مبلغ مردکاری به دست آورده‌اش از رسته قصابان گوشت گاو، از دکان میوه‌جات سیب و ناک و انگور و برای بالای دسترخوان میده چویده خریده آورد. خوشدامن دسترسی نوش و نعمت را نادیده گرفته پیش دخترش داماد را نه میزد. مردک متهم سرسری سفیل هاته را خیش نچیده در و دیوار خانه ها را رنگ نزده است. از این خیل داماد نبودنش به آلفته دروغ مادر را تصدیق میکرد. صبح جوان مرد میبایست به نماز عید میرفت. دید که شیم و کرته‌هایش از دیروز باز داخل تغاره میخوابد. علم کشید و دود از دماغش برآمد. همسایه های در به دیوار گفتارشان را میشنیدند. از گوشه دالان به همسرش آواز داد: حالا هم لباس ها را نشسته ای؟ دستم را در آب خنک نمیزنم. لباس های را خودت بشو. صدا آمد از خوشدامنش: پگاه عید است. ما زارت نکردیم خانه داماد بیا. خالمان دختر از وظیفه‌اش را اجرا کند. گفتم نمیشویم. از رایش نگشت آلفته. روز عید مردها عیب میگیرند. خانه داماد چی مردی است بی ناموس؟ پس زد او را خوشدامنش. چه گفتی؟ سراپای سراج‌الدین را لرز فرا گرفت. هر چی شنیدی؟ به خانه تو داماد آمده گناهگار شدم. عائله برپا کردیم که نشاط و خرسندی ببینیم. داماد هم فرزند است نه دشمن. به جای نصیحت دختر را از ره میزنی. ای پخپخ بسیار نکن بدذات گدا. آلفته 3 طلاق دادم. ای تو دیوانه شده ای. دیوانه را بعد میفهمی. بچه‌ت صغیر نکن پشیمان میشوی. از تو واریزن هم بیزارم و از بچه‌ت هم. بسم الله بگو گردن شیطان بشکن. عذرآمیز گفت پیرزن. این طعنه در استخوانم شیش. یکی از دهانم برآمد. منم 1 طلاقش را دادم. به یاد فخرالدین هست که مادرش یک مرد زن مرده را گرفت. به اسرار زنده جدایش سرفهم نمیرفت. عذابهایش بعد سر شد. مرد پسری داشت ارکت الفار و نازک مجاز. کسی اصون بینشینش نمی گفت. آخر بچه را روی خوش نداده در تربیه تقوایش ماند. گاه یک جوان مرد ستاره‌گر می آزاده پوش به نزدش می آمد. شبیه آن که بره یا بزغاله را تا آمدن مادرش از ادیر در یکمیخ می بستند یا گاهی از چرا رسیده را اول دوشیده دمی شیرمکانی گساله‌اش را سر می دادند. به وی چنین حال روی می داد. در ساعتی نمودار شوی چهره شناس او را می گریزانیدند. بعدی برآمده رفتن سایه غم به حولی اجازه ورودش می دادند. این مضحکه ساخته به دل کودک زد. این بار زلفین دری کاهدان را به صدا برداشت و تک تک تیریزه پس تک آمده آرام نشست. صدای ترسوره خفیفی را می شنید. پدرش را نبیند که گریخته می رود. چراغمان در آب می زند. نو فهمید که او پدر داشته است. انا برای چی اهل خانواده از آمدن جوان مرد مردنیوار می هراسند. در معرکه خدنسورش پدر سوقا آورد. دروغ نشود ماما و تقا به سلام و علیک هدیه دستش را نگرفته دروازه را برویش بستند. نوابسته به مقاومت ها هر باری به شهر می آمد. البته او را دیده با دیدگان اشبار و اوضاع نابسامان گرفتار افکار پیچیده مثل پای در زولانه برآمده می رفت. فخرالدین دیدار جوانمرد را می پسندید. بعد رفتنش سینه در خاک می مالید و می گریست. حولی را ماتم کده دنیا را سرای غم خود را بچه بیروزی می دید. روزان و شبان به تصورش از قهر دراز می گذشت. از ملامت مامای سرجاق و مینت گفتار و تقای کینتوز زنک رفتار خلاصی نداشت. مکان گشتاری و مثل مرغان هلال از آستان خانه تا صحن دروازه بود. مرغان را کو ربای هیلگر می برد. وی را چی؟
با بچه‌های همسایه بازی کردنش ممنوع بود. اگر تا پشت بام می‌برآمد، ماما با آواز دغلی کیفری فخرالدین کجا گم شدی گویان دنبال از پسش رفته از دستش گرفته می آورد. خوف داشت که از خانه گریخته می رود. شامگاهی ماما پسرک را نزد پشتیبان زور شور می انگیخت. پیرزنی روزی دراز بیکار از سر سفیل بیوزن محرور را آواز می داد که به هم نشینی بیاید. بعد ساعتها ششته از گاو و گوساله سر کرده تا دختران 18 ساله‌ای بیشوهر را غیبت نموده دودی دل می برآوردند. مدام جرمی را در پای پسرک پیچانیده یک نواله نان خورده‌اش را زهر بدن می گردانید. کودک حیرت زده بود. ریشه این بدبینی ها از چیست؟ بعد رفتن پدر بچه کرپه را به سر کشیده بالشتش از گریه تر می شد. پگاهی ماما بالشتی نمزده را به تقایش نشان می داد. مرد رنگ سگ دیوانه افزاد دندان گیز نموده به جای خواب او سر می زد و پیراهن تن پسرک را کشیده بیرونش می برد و از نوده توتی پس خانه خیمچه تر شکسته به دست و پای و پشت او می زد. آنچنان می زد که در پشتش از خیمچه تره تره نقش می بست. بالای داد و واویلای بچه با سیاست می پرسید: باز با او رو می بینی؟ نه تقا جان، کو قسم یاد بکن. به خدا بس کردم. پیرزن از ترس آنکه ناخوشی روی می دهد رفته کلید را از بالادری گرفته در را باز می کرد و از دست پسرک در گوشه تاریک غنچه زده گرفته آهسته و نرم به خانه گرم می آورد. ماما در ذهن و شعور نورز پدر را ترار می نمود. به دروغ او بچه باور نمی کرد. مادرش با گریه و ناله پشتیبانهایش را با پا می خیزاند که پسرک پدرش را نبیند و نشناسد. میانه های تابستان امکی سراج‌الدین همه کارش را پرتافته به شهر آمد. با یاری دوستان پسرش را پیدا کرد و مصلحت پزاند که بعد ختم دبستان به دانشکده زبانها داخل شود. حجتهایش را تا کمیسیه قبول بردند. گاهی نام و نسبش را پرسیدند. جوان اسم بیگانه را به زبان گرفت. پدر خجالت زده از پسرش پرسید: برای چی فامیلت را دیگر کرده ای؟ تو پدر من نیستی؟ بیعقل، تو را فریبیدن، ما را پرتافته زنی نو گرفتی. عاملش را از مادرت پرس: من چه گناه داشتم؟ تو صاف بیگناهی. نو به یادت زدم، تو را از من پناه می کردن. باز می آمدی. حالا هم بچه خامی. همه اش را می دانم. از دهانت بوی شیر می آید. از چنین پدر بیزارم. کفر نگو، رو سیاه می شوی. تو برایم چی خدمت کرده ای؟ ناشکر بریا خدا کورت کند. بعدها فخرالدین از ده غیب زد. گفتم به روسیه رفته است. شناسان وی را در چرکز بازار دیدند که عرابه کشی می کرده. ختم کرده یگان مکتب عالی نبود. دیرتر شهادتنامه رانندگی گرفت. شیدای بافنده دختری شده عائله برپا کردند. فرزند نخستشان به دنیا آمد. به نظر کمبودی نداشتند، لیکن مرد از کردی بیجای خودش اذیت میکشید. او در میدان ساختمانچیان ماشینی باربردار را اداره میکرد. وسیله دندانه های آهنین تکنیک بیتان های تخت شکل وزین را برداشته سوی بلندی میبرد و نزد کارگران میگذاشت. بناکاران هر کدام را پهلوی هم چیده مروت و گیکه‌شان را تاب میدادند. این بار فخرالدین از کابین بیرون آمده با کارگرانی در پایین سرگرم جنب و جول هشدار داد که هین فراوردن بیتان یک نیمه بیستند. ناگاه دیدگانش موج زد، سرش چرخید، جسمش ناموازی شده از بلندی به تخمین 70-80 متر بالای تگی چوپا افتاد. خدایا، دست و پایهایش زخم برداشته
با چشم راستش آهنی کجله‌ای برخورد. در حال او را به شفاخانه بردند. پزشکان تلاش ورزیدند که دیده اصلیش را برقرار کنند، اما مردمک آن از تأثیر شدید کفیده بود است که به جایش چشم سونی گذاشتند. فخرالدین عکسش را در آینه دیده غصه خورد که یک چشمه شد. همین جا سخنان پدر به یادش رسید: ناشکر، خدا کورت کند. در حجره علاهیده‌ای که همشیره شفقت به چشمش دارو میچکان علمش رو زد و با گریه دعای پدر مرا گرفت، اقرار کرد پیشی ما. او رو رنجانده به روزی بد رسیدم. بعد این فلاکت از سوز و درد نهانی و فراق پیوندان رو به می آورد. بسیار می نوشید، شبها به خانه مست می آمد. روزی که نمی نوشید سرش غواص می زد، پنجه هایش می لرزید، مناقشه می برداشت. هنی بازگشت گاه راه را گم کرده مستامست به خانه بیگانه ها می در آمد. همسایه ها مصلحت دادند که او را به شفاگاه بیماری های روحی ببرند. مرد از راه بد نگشته آخرالامر از همسرش جدا شدند. او به زادگاه برگشته در دکان مساله ساختمانی می فروخت. در شمار میزاجان جوانی کشاده چهری، موی سرش ماشوبرین و نگاهش پرمهر آمد. نگاه های گرم و صمیمی خریدار اسرار داشتند. فخرالدین از جوان مکان زیستی اولادانش را پرسید. وقتی فهمید که فرخروز با اهل خانواده از موضع زرنثار به پایتخت آمدند، اصل نسبش را گفت. فرزندان پدر همدیگر را به آغوش کشیدند، اشک شادی ریختند. روزی که پدر مرا به شهر گسیل می کرد، گفت فرخروز، تأکیدش این بود: اشتباه گذشت، سری غضب دعای بدش کردم، لخت جگرم را در زندگی تنها نگذارید. عیناً همین خیل. در چشمان فخرالدین اشک رخشید. مرا دعای پدر گرفت. این را گفت و چشم سونیش را به برادرش نشان داد. چرا بخشش نپرسیدی؟ از کی؟ البته از پدرم. نتوانستم. برای چی؟ زبانم نگشت. آدم از دعا درخت با آب سبز است. نه، ماما و تقایم اونقدر سیاهش کرده بودن که بدش میدیدم. بعد فهمیدم اشتباهم را. فرخروز مژده زنده بودن برادرش را به خویش و تبارش رساند. مشورت بدین انجامید که او را به مهمانداری میخوانند. جگربندان ساعت دیدار را انتظار میکشیدند. اما این روز سعید به تأخیر میافتاد. بازدیدی برادران به یک روز استراحت فصل تیر ماه راست آمد. آن روز دهه مهرآباد و تویگاه حقیقی مانند بود. شناسان و قدردانها سوی حولی امک سیراجدین می آمدند. آدمان گروه گروه در خانه ها بالای که روی صوفه تگ خوازه انگور نشسته از هر جاده می گفتند. فخرالدین را در حجره کلان پیش پیوندان از همه بالای 7 قبت کرپچه شینانده بودند. زوجه او را نیز در معرکه زنان با عزتمندی جای دادند. این زن از فخرالدین یک دخترک جنگلموی دوست رویک داشت، همنام مادرش خمار. فخرالدین از چشم سونی داشتن خود خجالت میکشید. این زمان میگویی روح پدر در خاندان سیر میکرد. کلان سالان گذشته ها را به یاد آورده از دوستی و سرجمی حرف میزدند. آمده ها از مردانی با فضیلت و آبادگریده یادداشت میگفتند. شخصی معتبر و حق بیان، قاضی موضعی زرنثار، داننده علمهای زمان خود بود. چکامه فطرت الهی، عزت و اکرام و اعجاز و اعزازش تا دوری ها مسکن گرفته کوچک و بزرگ به درگاهش می آمدند. مهمانان راهدوری تا خط برات و دلیل معتمد گرفتن در مهمانخانه قاضی شب را روز می کردند. خدمتگاران با تربه های از پایشان جو یا بیده می انداختند. داملا اکرام به نجات معنوی انسان ها رنج می کشید. مردمان این وادی بزرگ سینه کوه را شکافته گنج فراوان می رویانیدند.
سالها در میان کوههای پرگنج زیسته دوری نایاب پیدا کردیم. به اهل دوره گفت فرخروز: این هدیه الهی دیدار فرزند پدری ماست که از تصادف رخ داد. ما فرزند پدری خود را هم پهلو گرفته مثل گوهرک چشمان احتیاطش میکنیم. فرخروز این مدعا گفته با علامت نگسستن رشته پیوندی و رمز محبت پیش نظر عامه به برادرش فخرالدین جامه و طاقی پوشاند. به نزد زوجه و کودکانش پاپوش و کرتواری های هر رنگ گذاشت. چهره خردسالان شکفته در مابین حولی از خرسندی ارغوش می رفتند. هینی گوسیل مهمان گفت که به نزدیکی اهل نشست را به کاشانه خود می خواند. رشته خویشیگری از رواها پایدار می ماند. اگر در میان اولاد آمد و رفت نباشد، میرشان کم شده عاقبت بیگانه می شوند. بعد همان واخوری پیوندان فخرالدین را ندیده دوری جستنش را هر رنگ توضیح می دادند. احتمال در شهرهای کلان گشته محبتش به خویشان کم شده است، یا وضع اقتصادش امکان فراهم نآورد که معرکه بیاراید، و یا وعده دادهش بلای جان باعث شرمساری از چشمان مردم پناه برد. هر کجا باشد بدبینها او را از راه زدند. نه، واقعیت چنان است که او مدتی در این قلمرو نبود. این صبح فرخروز دور میدان سبزپوش دویده بالا و پایین غیل زد. جسمش را در آهن باریک بلند پیاپی کشید. آنچنان چرخید که بدنش عرقشار گشت. به خانه آمده آبازی کرد و لباسهای نیمداشت پوشیده سوی بازار شتافت. از رسته میوه‌جات گذشته به طرف دکانهای واقع در میدان گشاد راه پیمود. ناگهان در بین انبوه آدمان چهره شناس را دید و باور نکرد. خواب است یا بیدار؟ سراب انگار متاع سبک داخل دریاست که هر زمان غرق شده و روی آب می آید. خود را میان ازدحام زد. از پهلو فخرالدین را شناخت. آسیمه چند تن را تله داده و پیش رفت. دمی از دروازه بازار پسا پیش می برآمدند. فرخروز گفت: السلام علیکم. میبخشید شما را نشناختم. من فرخروزم. آ دادرک مهربانم. دیر باز ندیدیم، خواطر کشیدیم. نو از روسیه برگشتم. حالا به کجا راهکی؟ بازار را چرخ زده خانه می روم. راه خانه پدر را فراموش کرده ای؟ به خدا شرم می دارم. برای چی؟ آن روز خواهرانم را صمیمی ندیدم. این را از کجا پی بردی؟ از نگاهشان. فخرالدین با تصور پدرش را در باغ می دید که اندیشمند گردش خورده نولکانی از هر جا کوچت کرده آوردهش را با مهر پرورش می کرد. مردی با تحمل باغداری را دوست می داشت. برای سرسبز گرداندن واحه تلاش می ورزید. و نهالان مثل با آدمان حرف می زد. پدر پیش از کشت بهاری بیخ درختان را نرم، زمین را از خار و خس تازه نموده کلوخ‌ها را با پشت بیل میده می کرد. خاک را میان پنجه های شخشولش ساویده از ریزش آن حلاوت می برد و با شوق به انتها نهالان فرزندان منن می گفت. جویه ها را آب داده سرسری گلبوته و شاخه‌های درختان را مقراض می زد. تیر ماهان ثمری رنجش را می غنداشت. آن زمان با دادارکان و خواهرانش در باغ می بازیدند و می نازیدند و دومادومی همدیگر چابکانه می تاختند. هر کدام شاد و مسرور از درد و غم و یأس و ناامیدی دور بودند. نمی دانست که در پس منظر این دنیای رنگینی افسانه خیل فتنه و نیرنگ های عجیب نهفته است. پدر شاخه های درختان پرحاصل را افشانده به جگربندانش می فرمود که میوه های تر و تازه را به بدان ها اندازند. تاجران ماشین آورده محصولی دستشان را از در خانه یک لوح خریده به بازار کلان می بردند. کرای مهنت مسفید فایده به دست می آمد. از ثمر باغ پیرایه تنشان نو، شکمشان سیر می شد.
در باغ پدر فخرالدین خود را یک درختی بی‌ثمر و دور افتاده از خانه او در می‌دید. او پیوندان را نشناخته گناهکاری صغیر ماندنش را می‌جست. آوان نورسی گاه مهری مادر بالا می‌گرفت، گاه شفقت پدر. ماما و تقا دمی راهش را می‌بستند که پدرش را نشناسد. نه با خویشان پدر اونس گرفته توانید و نه با تبار مادر، یعنی در زندگی راه گم زد. یادداشت تلخ و ننگین سرباری مرد مجرد اذیتی روحانی میکشید. مدتی از برادری بزرگسال درک نشد. پیوندان خواطر کشیدند. وقتهای آخر به افت و اندام حبته و رنگ روی پرکیده و زهرنما در کوچه ها پیدا میگشت. رحمی کس می آمد. تأکید پدر به یاد، فرخروز به جستجوی برادرش افتاد. بادگساران گفتند همسر او را پرتافته و نزد والدانش برگشته است. حالا تنها و اجاره نشین است. روزی به سراغ و پی سوی بیناهای پستک چوبین بیرون از حدود شهر، دورتر از راه قطاره که به کهنه رباط شباهت داشتن راهکی شد. دریچه چوبین بسته بود. اطراف پنجره فرسوده انبوی علف‌های دمیده، کیها خشکیده، بوی مغار به مشام رسید. میگویی به راهرو این خانه‌چه سالها این جانب پای آدمیزاد نرسیده است. چند بار آواز انداخت، پاسخی نآمد. بعد زلفین را گشاده واردی حولیچه شد. دری خانه نمراق بود. او سلفیده پیش رفت و به در انگشت زد. خسته نمیتوانم، صدا آمد از داخل خانه. فرخروز برادرش را روی نیمکت فرسوده دراز رویه بیماری وزنی دیده پیشانیش را بوسید. نبضش را سنجید. دلش سوس میتپید. پوست بالای استخوان مانده بود. وقتهای آخر بر اثر بیماری دیابت قند چشم سیاهش خیره میدید. فخرالدین آواز دادرش را شناخته باشد هم رنگ رویش را ساز دیده نمیتوانید. اشاره کرد که او را تکیه برداشته در پیاله آبش بینوشاند. برادر خواهشش را به جای آورد. چشم سیاهی بیمار حوضی آب شد. نیروی گریه نداشت. به زور حکک میزد. اکا جان گریه نکنید. به مرگ خود میگریم. خدا خواهد روی پا میشوید. از دنیا به نشان میروم. این خیل نگویید من همین جایم. تنهایی مرگ بینام بوده است. شکر گویید که نفس میکشید. عیب خودم شد. رنجانیدم. نفهمیدم کی را رنجانیدی؟ پدرم را. حکایت زده گریز فخرالدین. خیر، پدر باز بخشیده است. می بخشید کور نمی شدم. به یاد خدا مباش. بیمار دیدگانش پرنم نفس به نفس رنگ می باخت. اشیای خانه پیش رویش می چرخید. در و دیوار تعمیر طلب، دیگچه و چاینک و پیاله ها و ظرف های جداگانه ناشسته جارو پیشی در افتاده است. در کنجک های تیره و چنگ زده عنکبوت ها تار تنیده. پرستوها به تنی وسعا لانه گذاشتند. نبودن جنسی لطیف احساس می شد. گذشته را باز پس آورانیده نمی شود. ملا بیار، ارنگ گفت فخرالدین. حاضر. دور نرو. خودم طهارت کرده آمدم. بخوان. فرخروز با دور بالین برادرش پاره ها از یاسین ارائه داشته میدید که عذاب روحانیش کمتر شده آه و واه نمیگوید. اما یک نوع خواب آلوده و نگاهش تیهی از معنا، چشمانش مرغک می رفتند. نفس کشیش ناآرام، نبضش سوس می تپید. ممکن تا این فرصت غصه می خورد که
به شنیدن کلمه طیبه و شهادت از دار دنیا در می‌گذرد. اکنون آسودگی اختیار کرده بود که فرزند پدر تکیه‌دار اوست. اگر نه خبری مرگش را کسی درک نیافته در این خلوتگاه بی آدم بالای نیمکتی چوبینی فرسوده جسمش هفته ها خوابیده بو می گرفت. بیمار از گفتار مانده دستان و پایهایش یخ بر این سرد گشتند. فرخروز پهلوی نیمکتی کهنه مرده خنک برادرش را با آغوش کشیده زار زار گریست. بعد خبر این اندوه را به خویشان رسانیده همه را به جنازه خواند. پیوندان راه ماتم خانه را کافته کافته آمدند. اول خواستند میت را به درگاه سابقه پدر ببرند. موسفید حدیث آورد که این عمل مهم نیست. روح مرحوم را نآزارند، گناه میگیرند و بس. حولیچه نظر ناگیر از محله خیلی دور جایگیر بود و مردی اجاره نشین در برحیاتی با ساکنانش کم روا داشت. از این باعث خبری از آن به گوش گذرداران رسیده است. سگی از طرف بالا آمده به مردم پیوست. حیوان دملیکان بالای تگی برگ‌های خزان غیلیده نگاهش سوی ماتم زدگان بود. پیش از مراسم ودا تابوت را بر روی دالانچه گذاشته پیوندان سر به سکوت از عمری درگذر هشدار گرفته به ادعای والدان زیستن را آری از برکت در می آوردند. خواه یک جگربند خدا رحمتی می بود که جامعه سیاه پوشیده و لاکی بسته به سر تاقی می نهاد و نزد عامه گشتار نموده آمده ها را بالا و پایین می گذراند. برادران به خواهران سیاه پوش اشاره کردند که نزدیک تابوت بیایند. آنها دستها پیشی بر آمده سرخم نشستند. مانند یان که در عزاخانه نه مرده را میشناسند و نه موجب اندوه را رویمالهای سفیدشان را پیش رو داشته و به دیوار تکیه زده بیگانه‌وار می ایستادند. این حال دیر دوام نکرد. برادر خردی از دوره مردان جدا شد و نزد خواهران آمده پرسید که از چی باعث در مرگ فرزند پدر اشک نمی ریزند. اگرچه فخرالدین در شیب و فراز زندگی با ایشان یک جانه بود ولی هم خونشان بود. سالها در بدر و بی‌بصر بود. چی چاره لخت جگری پدر بود. او آهسته و حیرت زده پرسید شماها آواز نمی اندازید؟ او چی گفته بگیریم؟ آب چشم از دل می براید. این برادر را یک بار دیده ایم. سری ما را خم نگردانید. آب چشم نداریم. پیشروی پیرمردان به ساعت کیسگیش نگاه کرد و فرمود که تابوت را بردارند. جنازه‌گران باشند بی تأخیر به مسجد حاضر شوند. موسفید نورانی پیشاپیش ازدحام صلا زد. صلات جنازه مؤمن دریا. سما نه صاف بود و نه تیره. چنگ و خاک آسمان را پریشیده قلبها را به درد می آورد. تابوت را از حولی خردک برآوردند. پیوندان جسمی برایشان عزیز را دستا به دست سوی تپه می بردند. وقتی که میت را به لحد گذاشتند رویش به طرف قبله گشت. فرخروز واپسین بار به دیدگان پوشیده برادرش نگریست و از گور بیرون شد. عزیزان و قدردان ها به دریچه آن چیم زده و با نوبت هفت بل خاک پرتافته کلوخ‌های اطراف آرامگاه را هموار نموده به پهلویش قلمچه سبز شناندند. موی سفید از کلام مجید آیه ها خوانده به روح اهل قبور مغفرت فرستاد. آدمان از بالای تپه به همواری فرو آمده چنگ و خاک تنشان را افشانده به خانه هایشان می رفتند. از دو تنی آخرینی که تپه را پایین می شدند ره این صدا می آمد. خدا رحمتی چگونه آدم بود؟ هر که بود انسانی نیک بود. انسانی نیک بود.
шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояҳоро аз эҷодиёти нависандаи навҷӯю боистеъдод Сипеҳр Абу Абдуллоҳи Ҳасанзод дар қироати устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон профессор Умар Сафар шунидед. Коргардон Парвиз Воҳидов. Анҷоми гуфтори адабӣ. шоду муваффақ бошед.